این بعد اینکه حضرت علی قبول کردن که تحکیم. یعنی این گروهی سیوم علاقه دوستان اون دیده که پیامبر صلی الله علیه و آله شما ندارید. هم پیامبر معید به وحی بود. در بین علی و لشکری اون علی اختلاف سر. تقریبا 2 ماه و 1 هفته نامنگاری بود بین دو. علی و معاویه. عمرو معاویه هم چون گروهی سیاست تاثیر میکنه و علی رام جل به جوری که مثلا کسی رو اطاعت نمیکرد لشکرش در اختلاف بود و اون بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی با پادکست نوبتی ما خوش آمدید میگوییم. تشکر میگوییم که با ما هستید و سطح معرفتی دینی خود را بلند می‌بردارید. الله به شما پاداش نیکتان دهد. و در برنامه‌های گذشته درباره جنگ صفین و آن جنگی که بین صحابه ها شده گذشته بود صحبت کرده بودیم و امروز ادامه آن است و همچنین درباره تحکیم است. استاد شما را نیز خوش آمدید میگوییم. نخستین سوال استاد، طبیعت همون جنگ چگونه بود؟ بسم الله و الصلاه و السلام علی رسول الله. ما 2 حلقه داشتیم درباره این جنگ، درباره سبب‌ها، دیدی حضرت علی بن ابی طالب، دیدی معاویه بن ابی سفیان و از این آدمایی که جنایت کردند، اوباشایی که خلیفه مسلمانان و عثمان بن عفان رو کشته بودند چگونه قصاص گرفته شود. یعنی همین دید یک سیاسی بود. اختلاف سری مسئله یک سودی کی باید اونها محاکمه شد. لیکن بعضی گروه آمدند و این اختلاف دینی، ایمانی، عقیدوی تبدیل دادن دیگه خیلی واهمه کردن. لیکن اصلا یک اختلاف سیاسی عادی بود بین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم و این سه پیامبر هم پیشگویی کرده بودند. اینکه تحقیق نبوت در اطراف ما اصلا حدیث هم گذاشته در حلقه گذشته که پیامبر گفتن که 2 طایفه از امت من با هم میزنن، یک گروهی با از اون بین اونها یک گروه دیگر مورقه میبرند، یعنی خوارج. بعد گروهی که به حق نزدیکتر از اون گروه نابود میکنند که حضرت علی رفتن اون رو نابود کردن که دلالت بر حق بودن حضرت علی و همچنین یعنی که عقیده اهل سنت جماعت هم این است که علی بن ابی طالب در حق بودن و اهل شام در غلط بودن، یعنی که اونها گروه باقی بودن چون که در حدیث عمار ابن یاسر ثابت شده است و توقف کردم در همین جا متوقف کردم. اما سوال کرده در طبیعت جنگ استاد، اینجا ابن کثیر ببینید که وصف عجیب داره، میگه که 2 نفر جنگ میکردن با هم، خسته میشدن تا حتی کار با جا میرسید که اگه میگزید از که قوت دست و پا نمیمون یا دیگرشون میگز نمیگه در بدایه و نهایه آورده گزنی که میگه با جنگ میگه تا شب ایدو میکنه، شب هم تا جنگ کردن یک روزش حتی میگه مردم اخستگی با ایموی اشاره نماز میخوند. یعنی اینقدر فتنه سخت شد از جنگ سخت آدم کشته شد بینشون. تابعی جلیل ابو وائل اسدی نقل میکنه میگه که كنا بصفين، میگه ما در صفین بودیم. فلما استحر القتل باهل الشام اعتصموا بتل، یعنی که وقتی جنگ خیلی در گرفت و گرم شد اهل شام میگه بالای یک تل یعنی که تپگی برآمدن. بعد عمرو بن عاص میگه به معاویه گفت که ارسل الى علی بمصحف، به علی قرآن فرست و ادعوه الى کتاب الله، و او را به کتاب خدا دعوت کنه که به داوری به قرآن دعوت کنه که قرآن بین من و تو داور شود. یعنی در این مسئله قصاصگیری کی حق است قرآن داوری کنه. و وقتی که علی بن ابی طالب این چیز اومد، خبر اومد، علی بن ابی طالب گفت که نعم انا اولا بذلك بیننا و بینکم کتاب الله، من سزاوارترم به این چیز، بین ما و بین شما داور این قرآن از کتاب خدا است. یعنی مسئله تحکیم همین داوری با قرآن کریم همین رو میگم. بله فهمم. بعد ببینید باز دوامت این صحاب میگه که قال فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء. خوارج ما میگه اونجا همون روز ما اونها را گفت قراء می‌نامیم، جمع کلمه قاری هست. قاری ها که بسیار حافظای قرآن بودند و اینا. میگه وسيوفهم على عواتقهم، شمشیرشون در کشور از در گردنشون. گفتن که یا امیر المؤمنین ما ننتظر هؤلاء القوم الذين على التل، ما چرا انتظار مردمی که اونجا بالاتر از داریم نابود کنیم. الا نمشي اليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم، یعنی مقصد یا ما نابود میشیم یا اونا نابود میشن. این بعد اینکه حضرت علی قبول کردن که تحکیم، یعنی این گروهی سیوم علاقه است. خوارج این حضرت علی اینجا سهل بن حنیف میگه که یا ایها الناس اتهموا انفسکم، و مردم شما فکر خود متهم کنید، خودتون رو متهم کنید. فلقد رأيتنا يوم الحديبيه، یعنی که بعد قصه حدیبیه آورد که خلاصه قصه حدیبیه این است که
وقتی که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم از مدینه برآمدن در ذهنشون چی بود؟ میریم عمره میکنیم در مکه میدرایم مثلا فکر نداشتن که از راه میگردن. بله. وقتی که صلح حدیبیه شد پیامبر مجبور شدن که از حدیبیه به مدینه بازگردن و صلح آینده باید حج کنن. یعنی بعضی صحابه نتونستن حج کنن. خب یعنی این صحابه میگه که همین سهل بن حنیف قریب بود که بعضی صحابه پیامبر سرکشی میکردن از این چیز. این مثال آورده گفت که یعنی که اون دیده که پیامبر صلی الله علیه و آله داشتن شما ندارید. هم پیامبر مؤید به وحی بود و دیگر صحابه خاموش شدن اینجا. و اینجا این همون گروهی که حافظا را این چی داره که اینجا علی بن ابی طالب از ما دیدش رساتر است، یعنی که بلیغتر از علی در چی در جهت سیاسی باشه چی در جهت. خب این اولین اختلاف در لشکری علی بن ابی طالب بود، یعنی در بین علی و لشکریان علی اختلاف سر زد. خب لکن استاد یک دروغ بسیار است که میگن که علی تحکیم را نمیپذیرفت. یکی دیدیم که اینجا روایت گفت که انا اولا بذلک، ما سازم بله. من باید شما رو دعوت کنم که قرآن بین شما حکم است. خب لیکن خوارج قبول نکردن این چیز. خوارج این چیز قبول نکرد. نمبر محر روایتی که میگوید که علی تحکیم قبول نکرد ضعیف است. یعنی علی صحابه پیامبر انسانی که از خونریزی دور بود، از خون همیشه، لیکن روی صلح مجلس علی بن ابی طالب. ما در حلقه گذشته یادتون باشه گفتیم که تقریبا 2 ماه و 1 هفته نامنگاری بود بین دو طرف. علی و معاویه رضی الله عنه. ذوالحجه آخر رمضان استودن محرم موی سفر هفته اولش بعد جنگ سر شد. یعنی دو طرف اندرکشن نشون میدیدن، روبرو بودن. کسی جلوی آدم کشی نمی‌کرد. برای خیلی بعضی مانور شده بود. مثلا بعضی یک هجوم موجود داوگی مثلا یک اسب اومده وای می‌کرد میره فکر رفت. لیکن خیلی که مانع آدم کشی میشد نه. کوی گوشتنگیری هم شده بینشون مثلا به سلاح. جنگی که هم شمشیری دیگه بعد با موی سفر شروع میشه. نصر بن مزاحم مثلا در وقتی که همین حادثه واقع شد در کتاب وقعت الصفین نصر بن مزاحم میگه که اشعث ابن قیس کینده یک قبیله عراقی از اونها اصلا انسانی بودن، خیلی از اولادای شاههای عراقی کینده و انسانی متکبر هم بودن، برای که شاهزاده بودن خصوصا اولاد شاه بودن خیلی. بعد وقتی که این حالت واقع شد شنید که اینقدر آدم مرد در جنگ، مثلا آدمای بسیار مردن، خیلی مسلمان من به این قدر سن سال دارم ندیدم که اینقدر مثلا آدم کشته شده باشه. گفتم خب اگر همین پگاه گفت همین روز خدا جو پگاه جنگ بس کنیم گفت مسلمان تخمش قیر بشه، نابود بشه مسلمان، کی دیگر این نامسلمان رو حمایت میکنه؟ زن بچه‌مون که حمایت میکنه. خب من گفتم مردن نمیترسم، چی کردیم تکمیل و از مردن ترس ندارم، لیکن اگر همین دوام کنه که ما از زن کودکان ما گفت دیگه حامی بی‌سایی میمونن، گفت آن طرف رومی ها میزنن این طرف با ساسانی ها گفت سر ببرن با ما رو هجوم میکنن، ما گفت نابود میشه. وقتی که اونا مثلا حس کردن که ما یا دیگر نابود کردیم ما حتما از اون طرف ما رو فشار بیارن. مشکل از حد زیاد شده شده، جنگ از حد زیاد شده شده. من وقتی که معاویه به این خبر رسید، خبر اشعث کیندی وقتی رسید که در قبیله خودش جاسی عراقی بودن، وقتی که با اونها این چیز معاویه کرد این خبر به معاویه رسید، معاویه گفت با خدا گفت اگر این هجوم در حقیقت دوام یابد گفت رومی ها گفت از اون طرف بزن بچه‌مون هجوم میکنن، از اون طرف ساسانی ها یا ایرانی میان عراق هجوم میکنن نابود میشن. باید که این انسان صاحب عقل پیش این جنگ گیره. خب یک روایت هم هست اگر یادتون باشد، روایتی که میگن که وقتی قیصر بیزانته تصمیم هجوم گرفتن به شام میکند همون شب روز آخر معاویه میگه که در جای است که میگه من حاضر میرم با پسر عمویم علی، یعنی چون که بنی امیه و بنی هاشم، امیه و هاشم اکاکا بودن، عبد شمس و هاشم، حسن و حسین به اصطلاح موضوع که دوگانه بودن. گفت من با پسر عمویم صلح میکنم میام سر شما. دیگر قیصر روم از ترس دیگه توقف کرد از هجوم کردن به شام. سپس که معاویه و عم قرآن رو به علی فرستادن که چه گفتیم علی به احتکام راضی شد، لیکن متاسفانه بعضی اینجا باز قلم‌های دروغ، قلم‌های مستعار، قلم‌هایی که اجاره‌ای هستند به فایده بعضی گروه‌ها کار میکنن، بعضی مثلا دین‌های مثلا غیر اسلامی کار میکنن مثل خاورشناسا و اونا و دمروای آنها با بعضی نماز مسلمان‌ها. اینجا عمرو معاویه همچون یک گروه سیاست تاثیر میکنن و علی را همچون یک بیچاره‌ای که مثلا کسی او رو اطاعت نمیکرد، لشکرش در اختلاف بود و اینا هم بود،
یعنی همه یعنی که در حق اینو محقق میکنن در حق اصحاب پیامبر. خب انا در این مثلا باید دقت وقتی بررسی کردن صفین روایت‌های دروغ خیلی بسیار است. ما در حلقه گذشته گفتیم که از 6 نفر بود که همین روایت‌ها پلیس خونه هم تکیه میکرد. اسم ابی مخنف است. خب ابی مخنف خیلی روایت‌ها دروغ تقریبا در تعبیر 6 رو چند تا روایت داره. همش اطراف هم فتنه‌های بین صحابه. اون که انسان متروک الحدیث است، انسانی که کذاب است، مثلا حدیثش قبول نیست. خب بعد هم که مثلا این جنگ به همین حالات اومد رسید، وقتی تحکیم دیگر انیق شد، خوارج زیادت کردن در لشکر علی زیادت پیدا شد، اختلاف پیدا شد، اینجا شروع کردن با گور کردن همون مرده‌هایی که در جنگ مرده بودن از اون طرف. ابن ابی شیبه و ابن سعد روایت کردن میگن که یکی از تابعین میگه که من در جنگ صفین اشتراک کردم. خب انسانی که مجروح بودن کسی به اونا کاردار نمیشد، آدمی که میگریخت از میدان کسی اونها رو پیگیری نمیکرد و شخصی مردن سلب نمیکرد، سلب اینکه انجامش نمیگرفتن، شمشیرش هیچ کاردار نمیشدن. یعنی که چون که اینجا دیگر جنگ باید مسلمان و کافر نیست، بین مسلمان که هست دیگه احکام دیگر فرق میکنه. یعنی غنیمت و چیزون نیست. همین عیناً مثلا همون امام شافعی میگن که حضرت علی نمی بود ما با بوغا چخیل معامله کردن نمیدونست. حضرت علی به ما تعلیم دادن که چخیل با انسان باقی باید معامله شود، چون باقی هم مسلمانند. قرآن گفت که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو طایفه مؤمن به هم زدن و هم دیگر کشتن آنشون صلح کنید. خب یعنی که اونها رو با هم مسلمان انما المؤمنون اخوة نومد مثلا الله تعالی. خب در اینجا ما درباره جوانمردی علی بسیار شنیدیم. ما در حلقه گذشته در گفته بودیم، بازم تکرار میکنیم اینجا که مرد اومد و اهل شام لعنت کرد، اللهم لعن اهل الشام، فقال علی لا تسب اهل الشام، اهل شام حقارت نکن. خب فإن بها الابدال فإن بها الابدال سه بار تکرار. این ابدال گفتن تفسیرش انسان‌های صالح و انسان‌های نیک بسیار است بینشون. باز یکی دیگه از جوانمردی حضرت علی در این مثلا این گفتن برای چی هست؟ برای اینکه بعضی انسان‌ها میگن با غرض این چیز هم خیلی جلو میتونن که حضرت علی اونها کافر باشن، اونها که در مقابل علی بودن یا کافر بودن یا فاسقای بودن. لیکن در حالی که علی بن ابی طالب در روایت ابن ابی شیبه میبینیم که میگه که علی نزد کشته‌های همون اهل بصره و جمال مثلا اون گفت که اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. عمرو حسن میشوندن میگم راوی حدیث. یکیش میگه میگه چی گفت؟ میگه که گفتیست که اللهم اغفر له. خب ببینید یک جوانمردی در جنگ، این اصحاب این شاگردای پیامبران اینا بودن که پیامبر رو تربیت دادن. اینکه یک شخصی که باید دیگر شمشیر برداشت باز وقتی کشته میشد یا دیگرش مغفرت طلب میکرد، یا اون وقتی علی بن ابی طالب اومدن طلحه مثلا از زمین برداشتن با آغوش گرفتن، از پیشونیش همون خاک گفتن که خدا کاش 20 سال پیش من میمردم همین چیز نمیشد، کاش من از مدینه نمیبرامدم افتاد این طرف. بعضی روایات از امام حسن هم دست میگن که من اگر میدونم که کار به این درجه میرسد نمیبرامدم میگن از مدینه. یعنی که چیزی پشیمون کشون نزاد. بله. یا مثلا استاد در وقتی همون میدان بریم زبیر، اینجا باز جوانمردی زبیر ابن عوام میآید نزد علی گفتگو میکردن، جنگ سر داشته بود در جمع گفتگو میکردن. علی بن ابی طالب کرد گفت که یا دوری گفت پیامبر گفتن که روز تو با این جنگ بگیم تو ظالم هستی. زبیر همونجا میگن گردن اسبش گردن برآمد از میدان رفت، فراموش کرده بود. همین که یادش آمد یا یادآوری شد از میدان برآمد. این تو میگی بوجنیک و رهبر بود، نگفت که ما از گردن مردم چی میگه یا اینو. این سخنی پیامبر که به گوشش رسید گردن اسب گرد. عدی بن حاتم پسر هم حاتم طایی که مثلا قصه اونجا داستانش بین مردم بسیار مشهور است، میگه که ما بین همون کشته‌های صفین میگشتیم، میگه علی دستمون گرفته بود، دست علی رو ناخواست چشم علی به مرد افتاد که میشناخت. گفت که این مرد مؤمن بود. گفت این مرد محمد بود چه گفت با اینا هست. تعجب کرد علی بن ابی طالب گفت حالا هم مؤمن است، حالا هم مؤمن است. یعنی علی ابن ابی حاتم چیکار کنه؟ این مؤمن بود. یک رئیس اون گفت به چیکار کنه که اون مسلمان قطعی و همراه شده بود اومد جنگ کرد علیه ما،
یعنی شاید که فکری کفرش داشت یا فکری به همه چیز فسقش داشت که حضرت علی گفتن نه این حال مؤمن است. این بره در حالی که حضرت علی یعنی که احتیاجی سخت به پیرو دارن با دستگیر کننده انسانی که او رو دستگیری کنند که با وجود این کلمه ها رو اونا گوشتت کرده میسن با اینکه عدالت رعایت میکنن تو اینکه درست اونا خطاکارن که این معنی نیست که اونا از دین بیرون کنیم. یعنی تکرار شدم استاد همه همین گفته های علی رضی الله عنه همین روایت هایی که شما آورده استاد دلالت به این میکند که یعنی درست بین آنها جنگ شد بین صحابه ها این فتنه گذشت اما همدیگر رو کافر یا مثلا حاضر به معاویه رضی الله عنه ما شما اهل سنت و جماعت رو نسبت داده بعضی گروه ها میگن اینها با همون زنده شود اینها کافر و همه همین در آنها نبود. بله اونا هیچ یعنی که کینه شخصی هم نداشتن. یعنی که اونا اختلافشون چقدر در مسئله سیاسی بود اونا اومدن دیگه مهمه کردن دو اطرافش. دیگه هیچ جایی اون سنی نمیگه که معاویه برحق بود علی ناحق. بله. همگی اهل سنت اجماع دارن که علی به طرف حق بود و معاویه جزء از حق داشت و در اینجا مثلا باقی بود چقدر در حدیث امر یعنی هیچ جایی شک و شبهه نیست. یعنی که علی هیچ وقت قابل قیاس نیست بین علی و معاویه. علی بن ابی طالب یعنی که یکی از اولین شخص ها مثلا یا اولین طفلی که ایمان آورد 9 ساله بود علی بن ابی طالب وقتی ایمان آورد. بله. همیشه با پیامبر صلی الله علیه و آله بود. علی بن ابی طالب یکی از قهرمان ها و از اینکه پهلوان های مسلمان در همه جنگ ها با پیامبر و غیر از غزوه تبوک که همون با عذر نرفت علی بن ابی طالب رضی پیامبر گفتن تو اینجا میست. خب یعنی که این موقع مثلا بعد از فتح مکه ایمان آورد. یا بعضی قولا که تا فتح ایمان آورد ایمانش پنهانی میکرد پنهانی ایمان میکرد بعد اومد بعد از فتح اشکار کرد. هیچ وقت برابر نیست. الله تعالی در قرآن گفت لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح. یعنی اونایی که پیش از فتح انفاق کردن نفق کردن ایمان آوردن با اونایی که بعد ایمان آوردن برابر نیستن. لیکن خدا برای هر دوشون وعده نیک داده است و کلا وعد الله الحسنى. اونا گفتن حسنى جنت است. تفسیر حسنى. خب مردانگی مثلا لشکر علی یا خود علی بن ابی طالب میگن که در صفین اسیر میآوردن پیش علی بن ابی طالب. علی میگفت که من تو رو نمیکشم من خودم میترسم من نمیخوام خونی غیر ناحق نزم. اسبش میگرفت سلاحش میگرفت 4 درهم میداد میگفت 4 دفعه قبله هر اسیری که میافت 4 درهم میداد. برعکس یعنی علی رضی الله عنه پول داده گسل میکرد. بعدم سلاح بهش میگفتن که از دیگر نباید جمع. سلاح اسبش مصادره میشه به فایده دولت هم برای خودش نه. استاد شما اینجا گفتید که خوارج یک قسم از همون لشکر علی رضی الله عنه یعنی از همون گروهی که با علی بودن از همونها بودن. این سبب سرکشی کردن آنها در چی بود؟ یا درست‌تر گوییم برای چی آنها همین چیز در آنها دیده شد؟ خب این خوارج اصلا انسان‌هایی به اصطلاح حاضر بگیم انسان بودن که مغزشون خشک. اون فقط قرآن عجب می‌دونستن لیکن در تعویل قرآن در تفسیر قرآن اینقدر که خود نرفته بودن. فهم ادراکی وسیع نداشتن. سطحی داشت. نه درست که خودی همین چیزا رو مثلا این طور فهمیم که هیچگاه مسلمان‌هایی که با علی بودن اون یا به اصطلاح شیعه های علی در مقابل شیعه های معاویه یعنی که این کلمه شیعه گفتم که صحابه 3 گروه تقسیم شدن وقتی این فتنه واقع شد. شیعه های علی، شیعه های معاویه، سریمش انسانی که تمام اعتزال کردن نه با این نه با این مثل سعد بن وقاص و ابن عمر و مثلا و موسی اشعری و اینها یعنی که همون انسانی که با علی بن ابی طالب علی رو معصوم بیگناه نمیدونستن. در چند کتاب تا از فرقه هایم اومده است که مثال اونو که با علی در صفین بودن هیچ علی رو معصوم بیگناه نمیدونستن بی خطا نمیدونستن بلکه مثل انسان عادی است خطا هم میکند. ابن ابی شیبه در مصنفش میگه که حسن پسر علی خیلی جالب است استاد من مجلد 21 همین چاپینو درباره جنگ جمال و صفین خیلی معلومات مفصل آورده از ابن ابی شیبه یعنی که صدها روایت است. میگه که حسن گفت به پدرش کاش در مدینه میموندی میترسم که در این سرزمین های بیگانه کشته شدی. حسن به علی رضی الله عنه علی قهرش میگفت تو شین گفت اصلا که توی گپ نمونده چی که گپ زدن.
یعنی خود پسر حضرت علی میگه که پدرم اینکه این برآمدن دیدن که خطا است، این غلط است. علی هم صحابه، حسن هم صحابه رضی الله تعالی عنهم. پدر و پسران هر دو از علی بیت پیامبر صلی الله علیه و آله معصوم نمیدونستن. بله معصوم بود. چجوری بود حسن میخواست میگفت خطا کردی چرا برآمده چرا اینجا اومد. حضرت علی هم بین مردم شین تو گپ نیست داره تو ولی تویش که گپ نداره این به اشاره است. اینجا خیلی اینجا مثال با جوهری از دیگه لیکن ما اینجا چی نمیکنیم. خیلی کار فقط با شمشیر حل میشه. و حسین هم مثل پدرش بود رضی الله تعالی عنه. نبرم حضرت علی وقتی هم مشورت نظامی بین مسلح قرار شد گفتن که من حسین از شما شما از ماست. این بار حسین آوردن لیکن حسن آورد. خب شورشگر شورشگر شخصیتی یعنی که شخصیت حماسی بود، شخصیتی که جنگاور بود، پهلوان بود. مثال دیگرش هم ببینه بیشتر میاد که عمرو بن یاسر علی را درباره غلام گرفتن بچه‌های همین اهل جمال و صحبت کرد. علی بن ابی طالب گفت ما فقط با اونها جنگ میکنیم که با ما جنگ میکنیم. یعنی که ما بچه‌ها رو کاردار نیستیم، ما اونها رو آرام نمیگیریم. یعنی خیلی در بدایت گفتیم اونها رو اسیر گرفتن و گرفتن چیزی. عمرو بن چی میگه؟ عمرو میگه هم بعضی دعوا دارن که این از چی بود شیعه علی بود و اینا اون میگه شیعه به معنای معاصره. عمرو گفت اگر جواب دیگر باشید من تو رو قبول نمیکنم. اگر غیر این دیگه جواب بدادی من تو اطاعت هم نمیکنم. با علی میگم. این روایتی ابن ابی شیبه است. و با همین نزدیک همین روایتی سلیمان ابن سورد خزاعی هست. این مرد در جنگ اشتراک نمیکند پشیمان میشود. پیش امام حسن میاد و میگه که پیش پدر من شفاعت کن. میگه که مثلا این سلیمان کارش بود یا چی بود عذری من بیان کن برای پدرت. بعد این امام حسن بنه چی میگه جواب پدرم در جنگ با من گفت چی گفت حسن جان کاش من 20 سال پیش میمردم لیکن این روز نمیرسید. یعنی پشیمان خودشون از این کار حضرت علی چی کردن ابراز کرده که پشیمان این هیچ وقت نمیتونن اینقدر ده ها اینکه صدها و هزارها انسان رو بینن پیش نظرشون کشته میشن. همه اهل کلمه لا اله الا الله، همش نماز خوان است، همش اهل ایمان است، اهل قبله. بله. تو میگن که همین در روایتی باز ابن ابی شیبه میگه که علی این سلیمان ابن مهران میگه که علی ابن ابی طالب مرده ها رو دید و لبش گزید. بعد لب گزیدن گفت که اگر میدونستم کار به این درجه میرسه هیچگاه از مدینه خارج نمیشدم. یعنی دلش خون بود، جگرش خون بود برای امت محمد صلی الله علیه و سلم که مثلا به این قدر نافهمی راه دادن. خلیفه برحق پیامبر چهارم خلیفه برحق پیامبر اطاعت نکردن. نتیجه چی شد؟ بعدشون میخواد کشته شدن. استاد از این روایت ها معلوم میشه که یعنی کشته شده ها خیلی زیاد بودن. بله کشته شده خیلی زیاد بودن، شاید هزارها بودن، صدها یا هزارها. مثلا شیخ سلابی میگه که چند صد نفر مردگی است، اینقدر به هزار هم نمیبرد شیخ سلابی. لیکن متاسفانه در بعضی کتاب‌ها ما می‌خونیم 70,000 نفر کشته شده که اینا همه روایت‌های ضعیفه. مثلا روایت صحیحه درباره این چیز نیست. یه درباره عدد 70,000 از 9,000 از 10,000 یه روایت نداریم. خب این در رقم با سندهای ضعیف در ابن ابی شیبه آمده است و در ابن خیاط هم آورده که در تاریخ خودش مسعودی باشه خیلی واهمه کرد. مسعودی هم یک رافضی است، میگه که 100,000 نفر کشته شد. واهمه میکنه 100,000 نفر چی است. خب اما دکتر فواز الشمری یک کتاب داره به نام صحیح نبرد صفین، خیلی بالاش کار کرده است ماشاءالله. این یوسف العش اینچنین اخبار دولت عمومی دارد، میگه کشته شده تقریبا 8,000 نفر هم. 8,000 نفر هم عدد خیلی بزرگ است در اون وقت. ولی اینو قیاس میکنن به نبرد قادسیه که تقریبا همین عدد در مقابل همین عدد با فارس در جنگ بودن در قادسیه و 8,000 نفر اونجا از اون طرف کشته میشود و جنگ هم اونجا 4 شب روز دوام میکنه در اون وقت در قادسیه. اینجا اونجا 2 شب روز تقریبا دوام میفته که از جنگ در صفین. نمبر اون میگه که تقریبا 8,000 نفر کشته شده در این جنگ. و بعضی روایت هم از عبدالرحمن ابن ابی ابزا اومده است که میگه که در صفین با علی ابن ابی طالب 800 نفر از اهل بیعت رضوان بود.
از اونها میگه 63 نفر کشته شد از جمله عمار بن یاسر. لیکن اینم روایت ضعیف است که 800 نفر بوده از اهل بیعت رضوان. این تا اون زمان موندنشون میگن خیلی چی است، احتمالی کم است، شاید 200 300 نفر بودن که اینقدر 800 نفر باشد چی نیست. خب از جمله مثلا مردمی که دلیران جسور و انسانای پهلوانای مسلمان مثلا هاشم بن عتبه ابی وقاص کشته شد در این جنگ. این از سرلشکر حضرت علی بود. این جینی سعد بن ابی وقاص است، صحابه بزرگ که از 10 یار بهشتی. این جین همون است که مثلا لقبش به اصطلاح اینکه مرد شیردران بود. صفدر شیردران، انسانی خیلی پهلوان بود. اینکه خزیمه بن ثابت از همون خزیمه بن ثابتی که پیامبر شهادتش به شهادت 2 نفر قبول میکنه و هم در همین جنگ با از طرف حضرت علی کشته شد. یعنی که طرفدار حضرت علی بود رضی الله تعالی عنه. استاد اینقدر کشته شده های یعنی بعضی گروه ها برای خودشون استفاده برده همچون دلیل شبهه افکنی میکنن حال این کشته شده ها، یعنی مادامی که هر دو طرف اگر از اهل ایمان و مؤمن باشن چی میشه؟ بله البته چهله میگن بعضی میخوان که از این و بلای کنن ماهی قپان از اونجا به اصطلاح. ما باز شروع میکنیم که مراجعت میکنیم به خود سخنهای حضرت علی که به واسطه در این میدان اشتراک میکنن در میدان جنگ. میتونیم بگیم که دعواگر اساسی حضرت علی هم مثلا علیه معاویه و معاویه هم خیلی دعواگر اساسی علیه علی باشد رضی الله عنه. اینم حضرت علی هم میخوام حضرت علی چی گفتن. این البته در ذهن اون انسانایی که در جنگ اشتراک کردند و کشته شدند یا کشته دادند خیشتبارشون مثلا نزدیکاشون ذهن اون رو مشغول میکرد. باز همه روایت ابن ابی شیبه رو میبریم که حضرت علی وقتی پرسیدند گفتن که یزید بن الاسلم گفت که سئل علی عن قتل صفین. علی درباره همین کشته شدگان صفین پرسیده شد. من در حقیقت حضرت علی خیلی انسان حکیم، انسان خردمند، انسانی دلسوز، یعنی که هم خلیفه زمان اون وقت پدر ملت حساب میشد، ملت اسلام. گفت که قتلانا و قتلاهم فی الجنه. کشته های ما و کشته های آنها هر دو در جنت هستند. بعد گفتن که و یسیر الامر الی و الی معاویه. بعد دیگر پیش خداوند من و معاویه سوال جواب میکنم. برای این کشته ها من و معاویه مسئول هستیم نزد الله تعالی. الله تعالی خودش حکم میکنه بین ما کی حق است کی باطل است، کی به حق نزدیکتر است یا کی به حق از حق دورتر است در اینجا. بله. در روایت دیگر اومده است که علی بن ابی طالب گفتن که من قتل منا و منهم یرید وجه الله دخل الجنه. کسی از ما و از اونها با همین جنگ کردگیش مقصدش خدا بود، مقصدش الله تعالی بود، رضایت الله تعالی بود، یعنی به فکر خودش در همین رو برای خدا شده این طلب دارد و وارد بهشت میشه. وابسته به این روایت خوبتر از اینه که بسیار واضح‌تر مقصد برای میفهمند که اگر مقصدش الله تعالی باشد با همون تعبیری که برآمد مادام در برای الله تعالی همین کار کرده باشد و هم از اهل بهشت است. یعنی ببینید این سخن‌های علی بن ابی طالب سخن‌های طلایی یعنی بلکه با آب طلا نوشته شده است. البته خود ببینید یک مثال عقلی زنیم برای این چیز. مثلا انسانی که مخالف معاویه است، یک شخص معاویه بد ببیند لشکر دعوا میکنه، مثال فرض انگاریم هم آدم وارد بهشت شد، وارد بهشت در اومد که معاویه همراه لشکرش اونجا است، عمرو بن عاص مثلا دیگر هم چیزی کنه. این آدم چی درک میکنه؟ میگه که من خطا کردم، مثلا که منم بهشت اومدم معاویه که اوه میگه که خدا من از بهشت برو، از اینجا دفع کن، که من نمیخوام با معاویه بشم. میگه که برعکس مثلا یک انسانی که سنی است مثلا وارد بهشت شد، دید که معاویه نیست، خب اونجا شما میکنه اعتراض میکنه خدا چرا معاویه در جنت نیست؟ نه میگه من خطا کردم مثلا که یعنی به اصطلاح چی هست اینجا چی لازم است که مثلا بیام لعنت شتم و حقارت و دشنام چکنیم، در حالی که حساب اینا در نزد خدا هست، در نزد الله هست. الله تعالی حکم میکنه که بیشتر از دوزخی است. کلید جنت در دست انسان ها باشه و کیروخان به جنت وارد میکنن، کیروخان از جنت خارج میکنن. بله استاد برمیگردیم برامون
نقله که شما افتید قرآن را به علی رضی الله عنه روان کردند و برای تحکیم. سپس چی شد؟ علی رضی الله عنه قبول کردند. چی شد؟ وقت هم روایتی که میگه که علی قبول نکرد دروغ است، ضعیف است، بی اساس است. علی بن ابی طالب اولش قبول کرد، وقتی که انا اولا به، یعنی من سزاوارترم به این چیز، من سزاوارش که این چیز برای عرض کنم، پیشکش کنم. اینه خب خود تحکیم از واژه همون حکم است، داوری هست، داوری کردن قرآن. خب اینجا که دو صحابه میستن از قرآن استخراج میکنن مثلا، خب استنباط میکنن، بعد هم حکم اعلام میکنن، همون نامش داوری میکنن. تحکیم سال 37 ماه رمضان در دومة الجندل شروع شد. استاد بدید اینجا مثلا چه دیدی سال محل چی است دومة الجندل؟ اینا منطقه که منطقه باید چی گفت نیترالی باشد بود بین اون دو چی معسکر. نمبر منطقه دومة الجندل اختیار کردن. اینجا این مسجدی است که حضرت عمر ساخته هستند. در زمان وقتی حضرت عمر اونجا رفتن این مسجد ساخته شده بود و این همون منطقه که تحکیم در اونجا واقع شده است. تحکیم بین ابو موسی اشعری رضی الله عنه و عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه. نماینده‌ای که علی بن ابی طالب انتخاب کردند ابو موسی و نماینده‌ای که معاویه رضی الله عنه انتخاب کرد این عمرو بن العاص است. یعنی که حالا در زمان ما با سعی و تلاش خیلی مشایخ مثلا که پژوهشگران معلوم شد که قصه مشهوری که در بین ما هست و درباره تحکیم رواج افتاده است، این قصه باطل است و این قصه است که ابی مخلف لوط ابن یحیی در طبری روایت کرده است. یعنی که عمده و ستونی همین روایت دروغ هم مرد است، لوط ابن یحیی. خب یعنی تهمت‌های زیاد است، روایت‌های بی اساس است که ابو موسی انسان یک گرنگو و مغفل بود، نمیفهمید سیاست، انسان ساده‌ای به در مقابل عمرو بن العاص یک انسان یک زیرکی فریبگری مکاری نیرنگ بازی هم خیلی جلو میده. بله. خب این البته چه خیلی گفتم روایت‌های ابی مخنف و واقدی هم مسلک‌های و هم نشینای این همونایی که در این فابریکی حدیث بافی کار می‌کردن این چرا بردن مثل خش و خاشاک بین ملت اسلام پهن کردن. اینجا این قصه میشود از دو جهت بطلانش اثبات کرد. یکم مثلا از همون جهت روایتش. خب مثلا روایت مگر اینجا علی منصب طلا شد مثلا، چون معاویه مثلا یک انسانی فساد زده بود یا رشوت خور بود، یا اینکه عمر بن الخطاب اینقدر انسانی مثلا والی‌هاشون سختگیر بودن، مایده ترین شبهه رو میشوندن عزل میکنن، مایده ترین شکایت از اون گوشه و کنار مملکت اسلام اومد والی عزل میکنن. به اینجا سعد بن ابی وقاص عزل کردن، عمرو بن یاسر عزل کردن، مثلا ابو هریره عزل کردن. اینکه چند صاحب یعنی عمر بن الخطاب پروایی هم که چقدر مکانت اجتماعی چقدر بلند هم باشد خطا کرد اون چه میکنن عزل میکنن. لیکن معاویه 5 سال زیر حکومت عمر بن الخطاب بود، بار هم شکایت نامد از شام این از سال 18 تا سال 23. چون که سال 18 برادرش یزید میمرد، برادر یزید معاویه برادر کلانیش بزرگش، بعد اون در جاش معاویه رو میگذارن. 5 سال والی شام نه، والی دمشق و اطراف دمشق میشه. ولی بعضی میگن که اینم به غرض میگن، که بعضی سونه غرض میگن که عمر برای واسه چی کرد، زمین سازی کرد، شام داد تا اینکه مستحکم شد آینده چی باشه بین که آل عمر و آل ابو سفیان دور چی میگن پنهانی باشد که اونا چی کردن آینده باید حکومت دستی نگذاره. البته این افسانه‌ای که است. خب بیشتر همین روایت مثلا استاد همین روایت بیشتر بگن تبری گفت، در تبری اومده است کتاب خود اهل سنت هستن ببینید چه خیلی نه شیطان نگوری. لیکن اینجا بین دیگر نه تبری، نه ابن سعد، نه ابن اسیر، نه دیگر مورخ یکم تا شرط صحت نگذاشته در کتابش. نفت که کتاب من هر چی دارم صحیح است، بلکه اونا چون کنن جمع کردن گفتن تاریخ گم نشود. خب اون وظیفه ما این است که همین با سند میآوریم، شما ببینید سند اگر انسان اگر همون سند اگر صحیح بود قبول کنید، اگر انسان در اونجا ضعیف است یا سوء الحفظ است یا ممکن است دیگه شما اون بگید قبول نکنید. این منهج تبری است، این منهج مثل ابن سعد است در طبقات خودش یا منهج ابن اسیر است. خب میبریم کوثری یکی از علمای بزرگ حنفی میگه که قیمت روایت تبری به قیمت سندش است میگه. خب اگر بازم تکرار شد تمام همه روایت‌های گفتیم
اطراف 6 نفر تاب میخوره، چرخ میزنه. واقدی، ابو مخنف، ابو صبره، ابو جناب کلبی، محمد بن سوائب کلبی و ابن ابی فروه. همین 6 نفری که امام احمد و بخاری و ابن عدی و دیگر گفتن که یا منکر الحدیث است، یا کذاب است، یا حدیث میگذارد، یا همین انسان همین قصه ها رو چی کرده؟ بافتیم. هر زهری که خواستن وارد کردن در اینجا. همین 6 نفری که گفتم. و متاسفانه همین روایت فقط در بین مردم متداول است. این یکی از جهت روایت بوده که از جهت نظری گیریم است. نظری گیریم میگه گفتن ابو موسی گرنگ است، این است، اون است. اگر ابو موسی گرنگ و موفل باشد، مگر پیامبر او را والی قسم بزرگ یمن قرار میده. والی یمن در زمان پیامبر ابو موسی اشعری، قاضی پیامبر هم در یمن ابو موسی اشعری. یعنی پیامبر مگر انسان غافلی، مغفلی، گرنگ والی میگذاشتن. یا عمر بن الخطاب چه گفتم شدید بودن نسبت همین زیر دستای خودشون. والی بصره کردن. اینچنین قاضی قرار دارن. همون نامه مشهوری که درباره قضاوت از مثلا نامه عمر مشهور هستن، درباره چگونه قضا رو مثلا چی کردن، جاری کردن. با ابو موسی اشعری حضرت عمر نوشته کرد. یعنی اون زیرکی در رو دیدن که قضاوت یعنی که زیرکی میخواد. چون دو طرف میاد دعوا میکنند علیه دیگرش و جدا کردن، با ایناشون فیصله کردن و باطل از حق جدا کردن و حق انسان به صاحب حق رساندن این کاری مشکل است. فقط زیرکی میخواد در این چیز. بنابراین ابو موسی اشعری قاضی عمر هم بودن، قاضی عثمان بن عفان بودن، در زمان عثمان بن عفان والی کوفه هم بودن حضرتی که ابو موسی اشعری. خب یعنی اینو برای این ببینید هم کوفه هم بصره در حدود فارس بود و مناطقی بود که پر از جاسوسای فارس، پر از جاسوسای مثلا ساسانی ها بود. لیکن ابو موسی رو در اونجا باور کرده حاکم گذاشته. از عهده همین میبرمد میتونست که مثلا مملکت اسلام سرحدی اسلام حمایت کند از اون جاسوسایی که نفوذی بودند یا انسانی نفوذی که در اونجا زندگی میکرد. یعنی خیلی انسان آمده مثلا اونی که پیغمبر باور کرد، اونی که عمر براش باور کرد، اونی که عثمان بن عفان باور کرد این ولایت ها رو مثلا و قضاوت این قاضیه. چخیل میشد ما بیام که انسان گران. اصلا این ابو موسی رو متهم کردن علی بن ابی طالب متهم کردن است، چون که علی بن ابی طالب ابو موسی انتخاب کرد. بله. اگر مغفل میگفت علی بله. یعنی انتخاب نمی‌کردن. حکم بیام عمرو بن عاص ببینیم. عمرو بن عاص حیله‌گر، نیرنگ باز، این وای مثلا تلقین میکنه. در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره عمرو بن عاص و برادرش گفتن که اسلم الناس و آمن ابن العاص. اگر مردم مسلمان شده باشن این دو بچه عاص یعنی که همین عمرو برادر عمرو ایمان آوردن. بدونیم که از ایمان از اسلام بلندتر است. این که اومدن همون روایتی میگن که من شمشیرش چی کرد برآورد و شمشیرش کشته برآورد. من خیلی که شمشیر ما از خلاف برآوردم، علی رو از خلافت همین خیلی برآوردم، خلق کردم. با درآورده گفت که من معاویه گفت ثابت کردم در چی. خب همین خیلی مثلا روایت دروغ به همین شخص نسبت میده. همین روایت مثلا من معاویه رو ثابت میکنم، اصلا ثابت کنه که شما کجا معاویه دعوای خلافت کرد. معاویه دعوای خلافت نکرد که امر که من معاویه ثابت کرد. معاویه خودش امیر میدونست. کوی همین خودی روایت اگر اون بدیخت نمیکنه دروغش معلوم میشه. معاویه هیچ گونه گفت من با علی برابر هستم، من مثل علی میخوام خلیفه باشم دعوا نکردم. دعواشون قصاصی کشنده عثمان رضی الله عنه همین چی. خب بنابراین هیچ وقت عمرو بن عاص نمیتونست که این که بزنن مثلا که من این خیلی که چی کردم. خب اینکه این افسانه ساختن اون در تصورات و فانتزی با یکی دارن ساختن بعد برای مسلمانان چه پیشکش کردن. معاویه بن ابی سفیان فقط بعد از مرگ علی بعد چه دعوای خلافت کردن، چون که در زمان علی بن ابی طالب امیرالمومنین بود، معاویه امیر شام بود. وقتی که علی بن ابی طالب وفات کردن اینجا دیگر معاویه چه کرد؟ مردم گفتن که دیگه تو امیرالمومنین چی شدی؟ گفتن چون که امیرالمومنین وفات کرد. خب دیگه معاویه برای خودش امیرالمومنین گرفتن اونجا. خب کسی میخواد که در این مسئله به صورت پژوهش کنه میتونه مثلا توصیه کنه به کتاب یحیی الیحیی، مثلا یحیی ابن ابراهیم الیحیی، یک کتاب عجیب داره به نام روایات ابی مخنف در تاریخ طبری
عصر خلفای راشدین، یعنی که دراسة نقدیه میگه به اصطلاح، دراسه نقدی هست. خیلی مردک کار کرد، تقریبا کتاب 200 و چند صفحه هست، خصوصا در ابو مخنف و لوط بن یحیی و روایت‌های دروغی. هم کتاب اون چیزی گفتم که صحیح و یسفین، یعنی فواز الشمری. بله. همون باید انسانو بچه‌ای که طالب علم هستن میگن که پژوهشگرا همینجا مراجعه کنن، از این کتاب با معلومات زیادتر میگن. صد اینطور باشد قصه صحیح یا روایت صحیح کدامش هست؟ خب گفتم که صحابه آتش بس کردن. وقتی که حضرت علی نامه فرستادن، قرآن فرستادن، از علی گفتن انا اولا بهم منهم، من اولاترم به این چیز، یعنی که به صلح مایل کردن، اظهار خوشبینی کردن از این چیز. این طرف خیلی معاویه هم میخواستن، این طرف فقط خوارج چی؟ این چه نمیخواستن. گفتم در بین از دلیل شده که رخنه وجود در بین لشکرشون. خب اینا بعد این اتفاق کردن، به زبان حاضر که پروتکل ترتیب دادن. اونجا دیگه موضوع و شرط‌های گفتشنیده در آوردند و معین کردن در این پروتکل. خب خلاصه همین چی؟ پروتکل یا چارچوبه این است که علی بن ابی طالب رضی الله عنه ابو موسی رضی الله عنه را نماینده در این گفتشنی تعیین کرد. عمرو ابن معاویه رضی الله عنه باشد، عمرو ابن عاص رضی الله عنه را نماینده خود تعیین کرد. یعنی که نماینده علی بن ابی طالب ابو موسی است، نماینده معاویه عمرو بن العاص است. خب این یکم بنده شد. دیگه گفتن که این دو داور عهده دارن که با اونچه در قرآن هست داوری کنن. هر دوش. اگر در قرآن نبود با اونچه که در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است، این دو تلاش کنن تا امت دیگر به این جنگ باز نگردد. خب قرآن یا سنت به هر دو مراجعت میکنن و خونریزی بین امت پیشگیری میکنن. یکی دیگر از بندش میگه سر فرود آوردن با اون چیزی که از این دو داور صادر میشود. خب با داوران در جون اینکه باید که همه چون قرار قبول کردن دو نفر باید همه اطاعت کنند هم دو نفر، چون که خود اونها اختیار کردن این رو همچون داور. وقتی که داور رو کرد دیگه باید اطاعت کنند. خب و این داوران در مال و جانشون ایمن هستند. یعنی که اگر یک اون طرف معقول نشد رفته تو خطا کردی گفته نمیکشد یا مالش نمیگیرد و مقصد یک اذیت نمیده. نشستی آینده در رمضان، یعنی که یعنی ماه رمضان بعد 8 ماه، چون که ما گفتیم که این در سفر بود این کار، بعد از 8 ماه یعنی که در ماه رمضان میشه در منطقه چه گفتیم نیترالی در گفتیم دامت الجندل. خب داورا میتونن که هر کس رو برای خود شاهد گیرن وقتی امضا گذاشتنشون همین داوری رو. خب بعد 8 ماه گفتم بعد 8 ماه مثلا بعد رمضان ما میخوردند و بعد دیگر همون اصطلاح حضور که میگه اونا مفصل‌تر بررسی میکردن، یعنی که باید که ماه رمضان ما میخوردن و دیگر اونجا به تفصیل همون مسئله رو بررسی میکردن دو کس و همون گواهایی که اونا با خود میگرفتن. لیکن هنگام نوشتن پروتکل یک اختلاف شد. چون که وقتی پروتکل هم بنوشتن گفتن که این آنچه امیر مؤمنان علی بن ابی طالب و معاویه بن شام اتفاق کردن. معاویه اعتراض کرد، گفت بعد مرده هستم اگر تو رو امیر مؤمنان اعتراف کنم و با علیه تو شمشیر بردارم. اینه که دارم جمله امیر المؤمنین. بنابراین واژه امیر المؤمنین باید کور شود. معاویه گفتم. همینجا اختلاف شد. نکنم. لیکن اینجا من نقطه قابل توجه استاد همین انتخابی ابو موسی اشعری از طرف علی بن ابی طالب است. چرا نقطه قابل توجه است؟ یعنی اینجا باز همون جوان مردی و یعنی علی بن ابی طالب در حقیقت انسان در بزرگی و عظمتش حیران بماند. وقتی که علی بن ابی طالب اومد به عراق، والی کوفه ابو موسی اشعری بود. ابو موسی اشعری انسانی گفتم که از جمله اون سیوم گروهی بود که جنگ اعتزال کرد. مردم کوفه میگفتن نه با علی روایت همراه شد نه با معاویه، جنگ نروید میگفتن. لیکن علی با همین برای خودشون چی قبول کرد؟ یک شخصی بی‌طرفه. ولی شخصی بی‌طرف هم یک شخصی بود که خدا ترس به ایمان و تقوا و باور داشت. لیکن عجیب است اینکه همین انسانی که از ابو موسی متهم میکنن اینها همونایی هستن که وقتی که شورش‌ها نزد عثمان رفتن همین گفتن که ابو موسی باید که از نو والی کوفه تعیین کنه، چون که والی کوفه از اموی ها بود. گفتن اون عزل بکنی به جای ابو موسی بفرستی.
که وقتی ابو موسی خیلی شد با ابو موسی گفت که این گرنگ است و این نیست. بعد از سه بگیم که تحکیم شده دیگه یک تناقض و پارادوکس هست اینجا خیلی. خب غیر از این به علی باید کرده بود همچون خلیفه لیکن وای نمیکرد به جنگ تشویق نمیکرد کسی. دوم اینکه یک شخصی مقبول از عراقی بود سببش هم گفته موزر رفته از عثمان ابن عفان گفتن که باید که ولی امویت اونجا پس گیری و ابو موسی بازگردونه چون عراقی دوست می‌داشتن ابو موسی اشعری هم در بصره بود هم در کوفه بود یعنی که سمعه خوبی داشت در بین مردم یعنی گویا که علی بن ابی طالب یک پیام میداد به شومی‌ها ما یه انسانی رو از نام خودم داور گذاشتم که هم فکر من نیست هم علی میدونست که بر حق است جای ترسش نبود خواطرش هم نبود از دیگر طرف اعتماد داشت به تقوای و خداترسی و عدالت ابو موسی اشعری است لیکن متاسفانه انسانی که امروز دعوای پیروی علی دارن ابو موسی دشنام میتونن ابو موسی کاریکاتور میکنن و مسخره میکنن ببینید باز همون گفتم که از جهت دویم چی بودم اول گفتم درباره روایت گفتم دوستم دوم درباره خود چی شخصیتای دو کس که اگر همین در پرتوی احادیثی که درباره فضیلت این عمر است یعنی عمرو بن العاص گفتم که پیامبر گفتن که آمن ابن العاص چه عمده میتونم اون تنقید کنم اون رو مکار و نیرنگ باز کنم در حالی که پیامبر گفتن که آمن ابن العاص مردم اگر مسلمان بشن اینو مؤمن شدن ابو موسی اشعری هم در حدیث مسلم هم دیگه است که پیامبر میگن که ان الاشعریین اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيال بالمدينه جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد اشعری ها سردارشون ابو موسی اگر اون کس میمرد در جنگ یتیم میمون بیمون یا چی میشن مگه طعامش وقتی کم میشد یک دسترخوان میکشیدن همه طعامی که همه دارن جمع میکنن بعد برابر تقسیم میکنن بله یعنی همین خیلی انسان است که حضرت علی داور گرفته کردن برای این چیز یا امرم مثلا باید بده که شهادت میگن که نعم المال الصالح للرجل الصالح گفتن در امر است در بعضی روایات عمرو بن العاص گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی در بعضی سریه ها مثلا سریه اون جنگایی که پیامبر خودش اشتراک نمیکنن باید که میفرستن عمرو بن العاص پیامبر امیر قرار دادن و مأمورشون زیر دستشون مثلا ابو عبیده یکی از داهیار بهشتی بود چون که عمرو هم انسان سیاسی بود هم انسان عسکری بود اونجا دیگر اونجا تقوای چی راه نمیرود که مثلا انسان باید عسکری باشه تو اینکه کار معسکری به جا بیاره کار دینی باشه تقوا باشه شاید ابو عبیده مثلا پیامبر پیش میمونه در فتح شام در فتح مصر مثلا اشتراک کرده است خب یعنی خلاصه باید این چیزا در پرتو همین حدیثات تحلیل کنیم یک جای همون روایت‌های دروغ آورده هستن یا عموما وقتی بهادی میکنیم باید که اون حوادثی که درباره عمرو اومد اون حدیثی که درباره ابو موسی اومد ببینیم که پیامبر درباره اون چی گفتن چی دیدی پیامبر چی بود دیدی اصحاب پیامبر چی بود که ما دیدیم که اونها رو انسان خوب و انسان صالح و انسان نیک می‌دونستن خلاصه در رمضان در زمان جنگ شروع شد بعد 7 ماه یعنی از طرف علی بن ابی طالب عبدالله بن عباس ابو موسی دوبار لیکن اونجا حضرت علی بود میرفتن لیکن بجاشون عبدالله بن عباس فرستادن بعد عبدالله بن عمر هم حاضر شد عبدالله بن زبیر هم حاضر شد حالا که عبدالله بن عمر معتزل بودن که در یکم طرف خوش نبودن لیکن همراه نبودن حالا که عبدالله بن عمر در یکم طرف همراه نبودن لیکن میخواستن که همین چیز صلح بین مسلمین شود معاویه بن ابی سفیان خودش حاضر شد یعنی که تقریبا 100 نفر اشتراک علی بن ابی طالب سبب حضور نداشتن خودشون وجودی خطر خوارج مثلا معنی داد کرد چخیلی که بیرازوری آوردگی است معاویه یزید بن حر عبسی را به علی فرستاد گفت که بیاد به داوری حاضر شو چون بیا گفت من اومدگی هستم بعد علی بن ابی طالب گفتن که إني آخذ بأنفاس هؤلاء فإن تركتهم وغبت عنهم كانت الفتنة في هذا المصر أعظم من الحرب بينهم وبين أهل الشام يعني جعل علي بن أبي طالب ابن الحر هم يزيد بن الحر فتيسن كي ما يناوزن كم بولي شوشتگیم خب علی بن ابی طالب گفتن که اینجا خطر خوارج است من نمیرم چون ما از اینجا خارجتم اونا دیگه شاید میان اینجا ناتنجی میکنند و چی میشه خب لیکن بجای من گفت ابن عباس میرود ابن عباس رضی الله عنه پسر امک هستن خب نظری علی چی بود نظری معاویه چی بود دیگه باز تکرار میشه برای اینکه بیننده خوب فهمه علی بن ابی طالب خلیفه شرعی بود خلیفه شرعی قانونی
باید با او بیعت شود، چون که وای خلیفه قانونی است. جاری کردن همین قصاص هم، یعنی که جاری کردن حکم سودی هم، محاکمه جنایتکارا و اوباشا از صلاحیت کی است؟ خلیفه هست. و اون پس از بیعت کردن شامه ها خواهد بود. همین محاکمه بعد از بیعت می شود. یعنی معنیش چی است؟ معاویه باید رسما باید با علی چی شود؟ بیعت کنه. بعد اون که بیعت کرد دعواش میفرستد رسما که من خیشی عثمان بن عفان مثلا ولی دم عثمان هستم، باید که از اون چند هزار شخصی که اشتراک کرده و عثمان به قتل رسوندن باید قصاص گرفته شود. نمیخواد. علی بعد حاکم میشه و مسئله حل و فصل میکنه. این دید حضرت علی یعنی که لیکن این خیلی که یک اقلیم جدا ماند و بیعت نکند و واشد، این که آدمی باقی سم میشه نظر حضرت علی. لیکن موعظه نبی شامی ها باشه میگفتن که علی خلیفه شرعی هست، لیکن میگم ما اعتراف نمیکنیم اولی خلیفه شرعی هست، لیکن ما اعتراف نمیکنیم تا که از پیامبر چوی خیلی گفتن از اون که پیامبرهای آن سالم ماند، که این پیامبرهای همین کار سالم ماند. چون وقتی باید خلیفه اعتراف کنه دیگر، یعنی که بیعت کنه دیگه چی؟ برآمده نمیتونه، مثلا لشکر خدا شده نمیتونه دیگه، لشکر تابع خلیفه میشد. هم گفت که من میدونم تو خلیفه شرعی گفت قانون، لیکن گفت من تو بیعت نکردم نیستم. چون بیعت کرد باید که چی؟ زیدی تو برآمده نمیتونه، قبض زده نمیتونه. برای من پیامبرها برای که سالم ماند بیعت نمیکرد موقع. بعد علی گفت که یعنی این گفت که عثمان مظلومانو کشته شده است، لیکن قاتلان عثمان در لشکر علی بودند، یعنی چند بار تکرار شد و با این قاتلان در جبل صفین علیه طلحه زبیر هم جنگ کرده بود علی بن ابی طالب. و همین قاتلا اینه که چون که جدا کردن امکان نداشت، علی باشد قصاص را یا سپردن قاتلان را چیکار کرد؟ به تأخیر انداخته می‌استاد و حتی آنها را از لشکرش هم جدا کرد نمیتونست. خیلی وقتی کشته شدگان زیاد شد در هر طرف اشغال شد، دیگر قرآن فرستاد. نظری معاویه بن ابی سفیان یا شامی ها این بود که علی خلیفه شرعی است، لیکن اعتراف نمیکنه، چون که اگر اعتراف میکردن یعنی یا بیعت میکردن باید که چی اطاعتش میکرد. برای خاطر این بعضی پیامدهای قانونی نشدن و مثلا بیعت نکردن. خب و طلب میکرد که اول تو قاتل عثمان برای ما تحویل ده، یا اینکه خودت قصاص گیر از اون، بعد ما تو بیعت میکنم. یعنی خلاصه چی بود؟ علی میگفت که بیعت بعد قصاص، معاویه میگفت اول قصاص بعد بیعت. این یعنی که خلاصه اختلاف بین این دو نفر همین چیز است در همین مسئله. یعنی من بیعت کنم زیدی تو برآمده نمیتونم، دعوا کنه نمیتونم. عیناً. باز معاویه میگفت که خب مادامی که علی با طلحه زبیر هم جنگ کرد، با همین انسان جنگ کرد، قصاص گرفته نتونست، کی کفالت بوده میتونه که بعدی اون که من مثلا عزل میکند علی میتوند که از اونو چی گیرد؟ قصاص کرد. در حالی که اونجا خوارج برآمده که است، باز پرابلم خوارج بناد یا پرابلم این قصاص اینا گیرد. یعنی اینکه اگر ما ناباوری مثلا بود که تو درست است خلیفه شرعی هست، لیکن تو اون قدرت خوارج نابود کردن خود لشکر خودش پراکنده شده است. از این طرف در داخل لشکر تو انسانی نفوذی هست کی کفالت میده که تو میتونی که از اونو قصاص گیری. در مثلا جمل هم نتونستی این کارو کرده، اونها با تو بودن، در این جنگ هم با تو بودن، یعنی که در این 7 ماه هم با همین لشکر همینا با تو بود در همینجا، همین انسانی نفوذی. یعنی که گفت تو درجه که اینه که فایده چیزی برداشت سیاست تو درجه که تو خودت از اون کوفه اومده نمیتونی در این دعوت جندر اشتراک کنی. نامودن کاسب بهمون خارج. این همون نقطه نظری کیا بود؟ شامی ها بود که گفتن که به این درجه اومده رسید ما چه خیلی باور میکنیم که تو میتونی که از اینا قصاص گیری. بعد علما میگن که علمای معاصر میگن که معاویه میخواست که یعنی که به همین در چیز تحکیم یا نفر دیگری خلیفه شود، لیکن معاویه در چیز خودش باقی ماند در ولایت شام، یعنی که ولایت شام از باز نگیرد. خب چون که از اون نیروش محروم نشد، اون نیرویی که مثلا با اون تواند که قاتل عثمان کشد. خب یعنی که اینجا که بعد از طلب قصاص یک طلب اضافی دیگه شد، یعنی که یک خلیفه باید باشد که چی
شام با کاردار نشه، ولایت معاویه کاردار نشه که معاویه رو در همونجا تثبیت کند به اصطلاح. یعنی که تحکیم باید ابو موسی اشعری و عمرو در فکر نسب خلیفه نو باشه. خلیفه نو. خب عمرو بن عاص از کجا ما فهمیدیم که اونجا در فکر نسب خلیفه نو بودن؟ یعنی که نسب اینجا بانوی چه انتخاب کردن. میگن که عمرو بن عاص با عمر ابن عمر رضی الله عنه پیشنهاد کرد، چون که بیل حضوری آوردگی است. چی گفت پیشنهاد کرد؟ گفت که قال عمرو لابن عمر إن قد رأينا أن نبايعك. ما گفت رأی ما فکر ما که تو رو بیعت کنیم همچون خلیفه. فهل لك أن نعطيك مالا وتدعها لمن هو أحرص عليها منك. یعنی که ما مثلا تو رو چکنیم مال عطا کنیم و تو اون رو برای ما گذار کنیم مثلا. خلاصه باید در تمام تحکیم در داوری ابو موسی اشعری و عمرو بن عاص باید خلیفه نو انتخاب بکرد. در فکر خلیفه نو میشد. عمرو بن عاص به ابن عمر پیشنهاد کرد. ابن عمر تو خشمگین شد و گفت که من به این چیز ندارم، علاقه ندارم، نمیخوام خلیفه هم باشم. تا به خودی ابو موسی اشعری هم پیشنهاد شد. چیزی که در روایت بلوزی اومده است و در روایت طبقات ابن سعد اومده است. ابو موسی هم گفت که من به این چیز چی ندارم. لیکن ابو موسی خیلی جواب زیرکانه بود که دلالت بر زیرکی ابو موسی اشعری میکنه اینجا. خب گفت که خلاصی مثلا جواب ابو موسی اشعری همین است که خلاصه جواب ابو موسی اشعری این است که گفت که باید که خلافت به دست شخصی رسد که پیامبر وفات کردند و از او راضی بودند. اینجا به صورت همون خود علی و سعد بن وقاص میگن. اما سعد بن وقاص این کارو چیکار کرد؟ مزلق جسته بود از این چیز. یعنی که فقط علی میموند. ابو موسی اشعری طرفدار خود علی بود که با علی خیلی ایستاد همچون خلیفه. نمبر گفت که بعد عمرو بن عاص گفت که دیگر من و معاویه چی میشیم. بعد عمرو بن عاص ابو موسی جواب خیلی عجیبی داد، گفت که این یستعین بکما ففیکما معونه. اگر شما رو استفاده برد و از شما یاری جوید برای اداره مملکت، شما انسانی تجربه و کارکوش و کاردیده است. بعد گفت و این یستغنی عنکما فطالما استغنى امر الله عنکما. اگر شما رو استفاده نبرد دیگر این امر خدا، این کار خدا به شما چی پیشرفت است و مثلا زندگی مردم به شما میرود نه که پیش. خلاصه از این جمله میگن که گرفته ابو موسی اشعری میخواست که علی بن ابی طالب است چون خلیفه، چون که یکی از شخصایی بود که چی پیامبر وفات کرد و از او راضی بودن. خب خلاصه تحکیم موسی چی میشه؟ خلاصش اینکه علی خلیفه مسلمانان هست و معاویه و عمرو حق ندارن به خلافت و معاویه باید به علی گوشتی هست. بعد خلاصه چی میشه دوستان؟ خلاصه از این داوری از این تحکیم چی میشه؟ خلاصه این است که علی خلیفه شرعی هست، معاویه و عمرو که حقی ندارن به این خلافت، معاویه باید علی رو گوشتی هست و علی بیعت کنه. کسی در این مسئله اگر خواهد که باز زیادتر چکنم گفتم کتاب خلافت علی و عبدالکریم فقیهی و فواز العش فواز شمری در صحیح اخبار صفین مراجعت کنید. خب خلاصه همه خیلی علی بن ابی طالب خلیفه ما و معاویه ولی شام ما بعد همین چیز. علی عزل نکردن معاویه؟ نه کسی عزل نکرد، نمیتونه عزل کنه چون که گفتم خود لشکر علی دیگر شده. عمر بن عبدالعزیز خلیفه راشد این قسم یا خواب میبینن، خوابشون نقل میکنن، میگن که خواب دیدم میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم و ابوبکر عمر نشسته است. بعد من رفتم سلام دادم نشستم که علی و معاویه آمد نزدیک. بعد هر دوش در اومدن خانه، در محکم شد. میگه من دیده میشدم. کم در نشکی درک شد علی برآمده گفت که قضا لی و رب الکعبه. خداوند با فایده من قضاوت کرد. من بر حق برآورد. بعد میگه که کم تر دیگه وقت نگذشته بود که معاویه برآمد. گفت که غفر لی و رب الکعبه. ماشاءالله. خدا ما رو مغفرت کرد. یعنی خودی همین مثلا خیلی بسیار شد خندشون گره که چه شما با خوب خیلی چیزا رو حکم میکنه. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم خوب از 40 چند یک جزء نبوت گفتن و در آخر زمان گفتن که یکی از چیزهای و خوبای راستی مسلمان است. خوبی که میبیند مثلا
این مثلا خوبی که خلیفه یعنی که بزرگ مسلمان خوب دیده است، یعنی که خیلی دلالتی واضح دارد که مثلا ان شاء الله این چیز از مفعول علی حل میشه و معاویه بخشیده میشه. و اون روایت ما از خود حضرت علی هم آوردیم که گفتن که من کار گفتن سری منو معاویه میماند که خود این طرفش الله تعالی حل میکنه که کی حق است و کی خطا کار. بنابراین در این مسئله من به شکل آموزتو در مسئله همین تحکیم هم در مسئله سفین هم آدم باید هم با علم گپ زند هم با دین. با علم گپ زدن بانه چین همون سند رو یا بررسی کردن بکن، این دین و دیانت نشون میده، سند بررسی میکنید و پیشنهاد اعتماد داشتن یا نداشتن. خب دیانت همون چیزایی که درباره مثال حدیثایی که درباره موسی گفتن، درباره عمرو بن عاص گفتن که اینا خیلی چیزای ضروری هستن که در بررسی مثلا اون مسئله دین و دینداری باشه، مثلا اعتماد میکنید به همون چیه و روایتی که درباره اون صحابه گفتن، روایت صحیح و روایتی که درباره فضیلت عمرو و ابو موسی گفتن. این چیز در آیاتی که آمده است مثلا نما السابقون الاولون لقد رضی الله عن المؤمنین للفقراء المهاجرین، یعنی که حدیث لا تسبوا اصحابی همه در پرتو همین صحبت که انسان بررسی شد، یک انسان دین و خیر باشد که این مسئله رو به همین شکل مطرح کنه، نه اینکه بیاید یک طرف تمام شیطان رجیم برو در طرف دیگه تمام معصوم بیگناه اینو، باید که در چیز منظومه و سیستم آیات و حدیث ها باید انسان بررسی شد. لیکن خواست ما اینجا استاد مثلا همون بیان بینیم اگر سلف امت مثلا امام مالک رضی الله عنه مثلا وقتی یک از اون دو نزد اونها صحابه رو تنقید کرد، بعد امام مالک گفت آیا تو در یگان جای قرآن دیدی که خدا بعد راضی شدنش از اونها خشم گرفته باشه؟ هیچ کی یافته نمیده که خدا با اونها خشم گرفته باشه، لیکن رضایت الله تعالی از صحابه یه چیز قطعی و ثابت است که با قرآن. بعد من اینجا بعضی از کلاسیک‌ها رو آوردم برای خاطر چی؟ کلاسیک‌ها رو آوردم برای اینکه این چیز یک چیزی بود که گذشتگان ما تاکید میکردن و اصلا کارفهمان میکردن که این مسئله چی است؟ بازی نیست، باید که حرمت صحابه دانسته شد، حرمت صحابه داشته شد، باید که صحابه رو احترام کنیم. و مثلا ما میبینیم که من فردوسی هم مثلا عطار هم جامی هم این همه اونها چی؟ یعنی که اونها رو احترام می‌گذاشتن، صحابه رو دوست می‌داشتن. مثلا عبید زاکانی مثلا انسان شیخ هم باشد مثلا میگه که وقتی در بدایت کتاب دیباچه کتاب اخلاق الاشراف میگه که و سلام و تحایا و سلام و تحایا بر اولاد و انصار او بود کی ببینید بیایهم اقتدایتم اهتدایتم، که حدیث ضعیف است لیکن این عبید زاکانی همین چیز آوردگی است، معنی اون که بیاییم اقتدایتون چه احترام خاص خودش به صحابه رو چی دارد؟ بیان دارد. یا میبینیم که فردوسی هم مثلا فردوسی جالب از استاد بیتاش میگه که خورشید بعد از رسولان مه نتابد برکس زی بوبکر به، عمر کرد اسلام را آشکار بیاراست گیتی چو باغی بهار، پس از هر دو بود پس از هر دوی آن بود عثمان گزین، خداوند شرم و خداوند دین، چهارم علی بود جفتی به تو که او را به خوبی ستاید رسول، که من شهر علمم علیم درست درست این سخن قول پیغمبر است. خیلی حدیث هم زیاده که نخونم بیشتر علی انا مدینه العلم علیم بود. یا مثلا فردوسی میگه که خورشید بعد از رسولان می نتابد برکس زی بوبکر به، عمر کرد اسلام را آشکار بیاراست گیتی چو باغی بهار، پس از هر دو آن بود عثمان گزین، خداوند شرم و خداوند دین، چهارم علی بود جفتی بتول که او را به خوبی ستاید رسول. گفتهای فردوسی است که از این هم دلالت میکنه که فردوسی 4 خلیفه را قبول داشت و همچنین مسلمان هم بود، هم مسلمان بود هم مسلمانی بود که خلیفه های پیامبر قبول داشت. یا اینکه همه احمد دانش هم در معیار تدینش مثلا میگه که اهل بیت کرام او آل و اصحاب ایزام او باطنه که صلوات بود، میگه که هر کدام سرور و سرآمد جماعه اهل ایمان و احسانن و مقتدا و پیشوای ارباب علم و ایقان. مقتدا معنی چی؟
کسی که با اونها اقتدا میشد، یعنی که صحابه رو یعنی که چی میشد شخصای میدونید که با اونها اقتدا کنند. چون که مولوی جنونی هم مثلا شعرهای زیبا داره. من مثلا از این کلاسیکا وارثم برای خاطر اون که مردم دونن که چقدر گذشتگان ما داریم مثلا تاکید هر کتاب می‌نویسن حتما در مقدمه‌اش در دیباچه‌اش فضل صحابه فضل چهاری اون که دهیار بیش همون حتما میآورد. بله. مثلا من مولوی جنونی میگن که اول ابوبکر صدیق از یارش به صحرای جبل شد یار غارش، پس از حضرت یقین حکم خلافت مرو را بود دوران امامت، ز بعد عمر شد ابن خطاب خلیفه دوم و سردار اصحاب، به عصرش گرم شد بازار اسلام ز یمنش عارفان مستانه از جام، دهان دشمنان او پر از خواب زبانشان با تیغ دو دمی چاک. یعنی دشمنان حضرت عمر افتیسه است نگنجد ورنه بر رغم قزل باش بگویم تا جزا مدح معلاش. برید اینجا اشاره به همون قزل باشان بکند که اینا صفوی ها بودن، پیروای صفوی بودن. میگه اگر در اینجا نمیگنجد که اینجا کم از دی باشه مثلا و این لگو بر زید علیه اینا شده من گفت تا روز قیامت من مدح عمر بنوشتم. مولوی جنونی زی بعد او خلیفه گشت عثمان چیاری سوم مد ابن عفان، از او شد جمع آیت های قرآن بشد روشن به عهد شمع ایمان. یعنی نمین است فکری گذشتگان ما نسبت پیامبر اصحاب پیامبر صلی الله علیه و خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان و علی. این شاعرای استاد بعضیا به تشیع به چه اتهام میکنن، این شاعرها همشون ماشاءالله بزرگ یعنی اهل ایمان و قدر اهل سنت و یاران پیامبر صلی الله علیه و اینقدر در مدحشون اینقدر شعرها خدا رحمت کنه. بله الهوتان برنامه گفته‌های شما استاد چون که خواب خلیفه راشدین عمر ابن عبدالعزیز گفتید استاد، خیلی با همین سخنها یک سخنشان یادم اومد که میگفتن تلک دماء عصم الله منها ایدینا فلنحفظ منها السنتنا. میگفتن این خونهایی بود که خیلی در تاریخ همین حادثه شده است، الله تعالی دستان ما رو از این چیز نگاه داشت، یعنی ما اشتراک نکردیم پس زبانهای خود را از این نگاه داریم. بنابراین بنده مؤمن خیلی باید از این چیزها یعنی اتهام صحابه ها که یاران با وفای پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند از آن خیلی باید خودداری کند. الله تعالی ما و شما و اهل ایمان و اهل سنت و جماعت را پروردگار خود حفظ کند. استاد سلامت باشید، خیلی معلومات های جالب رساندید. یه چیز گفتم یاد آمد که یعنی انسان آخر هیچگاه صحابه هایی که با پیامبر نشست و خیز داشتن دست به گریبان نمیشد در روز قیامت. بله بله. یعنی اونها دعواگر میشن نسبت هر شخصی که مسلمان وقتی غیبت هم کرد غیبت حساب میشه، دعواگر میشن اونها. در حق اینقدر بزرگ تصور کنید روز قیامت میگه خصم او ابوبکر صدیق، عمر، عایشه. خدا نگهدارت. خیلی خطرناک است. اینجا برنامه امروزی ما با آخر میرسد دوستان عزیز. تا پادکست های نوبتی الله نگهبانتان باشد.